بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، ما سربازانی هستیم که در مکتب جهاد پرورده شدیم. دزدار حق و عدالتیم. از کفر، ظلم، فساد و جنایت متنفر می باشیم. هدف ما تطبیق شریعت الله، دفاع از عقیده، مال، جان و آبروی شماست. ما چنان تربیت شدیم که خدمت به شما را مکلفیت دینی خود می دانیم و در این زمینه جز رضای الله، امنیت و آرامش شما هدف دیگر نداریم. هموطنان عزیز، راه ما راه اسلام است، راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش در آن سیر می‌کردند. ما با دل و جان در این را قدم گذاشتیم و از هیچ گونه قدرت دنیایی نمی‌ترسیم و به جز قانون اسلام بر هیچ قانون دیگر سر تسلیمی خم نمی‌کنیم و در سرزمین خود به جز اجرای قانون شریعت اجازه تطبیق هیچ نوع قانون دیگر را نمی‌دهیم، گرچند این کار به قیمت جان، مال و عیال ما تمام شود. هموطنان بزرگوار، عزت و آرامش ما در سایه حاکمیت شریعت است. هرگاه به جای شریعت قوانین دیگر را بپذیریم و به جای معیارهای اسلامی قوم و زبان سند حزب را قرار دهیم، ذلیل می شویم. آرامش و امنیت خود را از دست می دهیم، چنانچه در 20 سال اشغال آن را تجربه کردیم.